مهمان امروزی برنامه ما هستند مبارز دوستیف، خواننده صنف سه مکتب بین‌المللی دوشنبه. مبارز امروز افسانه می نویسد، در چندین فیلم های تاجیکی نقش آفریده است و یک چند استعداد دیگر هم دارد که حالا در ادامه صحبت خواهیم شنید. مبارز شروع میکنیم صحبت رو از افسانه نویسی خودت و حالا میپرسم که چند افسانه نوشته ای؟ من تا امروز 6 تا افسانه نوشتم. یکی از آنها مسافر بیچاره است، دومیش موسی تویدره، سومیش درباره دو کبک و دیگر جاها. و من باز با انگلیسی می نویسم. خب افسانه ای که با زبان انگلیسی نوشتی درباره چی است؟ درباره مسافر بیچاره. یعنی که خودت برگردان کردی با زبان انگلیسی. افسانه نویسی رو از کجا یاد گرفتی؟ در فکرم آمد که باید من یکم افسانه نویسم برای تاجیکستان که کودکان او را خوانند. من با انگلیسی نوشتم که بسیاری کودکان انگلیسی را نمیدانند و من ترجمه کردم. آنها ترجمه اشان را بینند و انگلیسی را هم اذیت کنند. او درباره یک مسافر بیچاره است. من حاضر کمک میگویم. One man he was walking in the sunny place and his son was walking in there, and he said for his son, dear son, go to one place and sit, here is so very sunny. And his son didn't listen for his father. یعنی افسانه های خودت خصوصیت تربیوی دارد؟ ها. مثلا ایده افسانه نویسی از کجا پیدا می شود؟ مثلا خودت کدام وقت افسانه می نویسی؟ که من برون برایم یکون چیز رو می بینم و من می خواهم که او رو نویسم. اول به تاجیکی می نویسی بعد به انگلیسی یا اول به انگلیسی می نویسی؟ اول به انگلیسی می نویسم بعد به تاجیکی. آموزش زبان انگلیسی رو از کجا آموختی؟ از مکتب. برای اون که مکتب من انگلیسی است. ما میدونیم خودت در چندین فیلم های تاجیکی هم نقش آفریدی، حتی نقش های خیلی به اساسی نزدیکتر. از کجا اشتراک کردن در نقش ها رو از خود کردی؟ اولین فیلمی که من کرده بودم از من مرا بود و من در آنجا یتیم بودم. و دیگر فیلمی من کرده بودم که در منتج است. او را من یک دوستی بودم با یک پسر. دیگر کنار عدالت من در او یک پسر بودم که همه رو غم میدادم. کی بیشتر به خودت کمک میکرد اگر از خانواده گیریم یا که نمیدونم از خودی همون هنرمندا؟ از هنرمندا در آنجا کارگران بودن یادم میدادن، رژیسور بود یادم میداد یا در برق. مبارز برخی از همسالانت امروز در کوچه ها مثلا با آواره‌گردی مشغول هستند، با اونها چی میگویی؟ من با اونها میگویم که پدر و مادران اونها بر هر شهرها نروند، آنها رو تنها نمونند. مثل آنها هستند که در به اونها میبینیم آنها اسفندود میدهند، جوگیری میکنند و آنها سرفند میفروشند. ما باید در خودمان ما باید آینده دولت خودمون هستیم. ما باید خونیم و همه چیز رو دونیم. مبارز خودت اگر مکتب رو ختم کنی مثلا آینده کی شدن میخوایی؟ من خواهم که اکتیور شوم. اکتیور خیلی چیز خوب است. اگر تو اکتیور شوی در هر شهر تو رو میشناسن و تو زنمینیتی میشوی به همه جا. تو میخوایی که همه تیشی رسد؟ نه.